أينما كنا أينما سه شخص هستن رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا نگاهشون نمیکنه. ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه العاق لوالديه والمرأة المترجله والديوث. سه شخص هستن خدا نگاهشون نمیکنه. کسی که عقوق والدین میکنه، با پدر و مادرش بد برخورد میکنه، خدا نگاهش نمیکنه. چه نکوهشی، چه وعیدی. رفتارتون با پدر و مادرتون خوب بکنید، اصلاح بکنید. والمرأة المترجله، زنی که مثل مرداست. زن وظیفش نیست که بره بیرون اسباب وسایل خونه تهیه بکنه. بعضی از مردا اینجا تو جامعه خودمون آرزو دارن زنش گواهینامه رو بگیره، خود برو بخر. خودش میره خرید میکنه، پیاز، سیب زمینی، نمیدونم وسایل خونه، لباس. زنش شده مرد زندگی. نه، این وظیفه زن نیست. وظیفه زن این نیست. وظیفه زن نیست که مرد باشه. نه در رفتارش، سخن گفتنش. بعضی از زنها مثل مرد سخن میگن. خدا وقتی گفته فلا تخضعن بالقول، با نرمی صحبت نکنید با نامحرم، یعنی با محرمتون، با شوهرتون باید چگونه صحبت بکنید؟ با اون کسی که حلال شماست. مشکل داره فلا خضوع در قول؟ نه، مشکل نیست. با کی مشکل داره؟ با نامحرم، با اون کسی که محرمتون نیست. اما با شوهرتون وظیفتونه خضوع در قول، با نرمی صحبت کردن. حالا بعضی زنا شاید بگن خب ما طبعمون نیست، ولی خیلی چیزا سرشت انسان نیست. خیلی چیزا، مگر اون چیزهایی که در شرع بهمون گفته، مثلا غیبت نکنید، دروغ نگید. مگر انسان نمیخواد حرف بزنه، غیبت بکنه، میگه حرف دلشو بزنه؟ همون دوست داریم حرف دلمون بزنیم، ولی چون خدا گفته حرف دلتو نزن نمیزنیم. فلانی بدی بهم کرده، من بیام بزنم بگم فلانی بهم این کار کرده، این گفته، اون گفته؟ نه، نباید اینطوری باشه. شرع اومده جلوی من گرفته. گفتم حالا شاید نمره 10 رو نگیرید از 10، ولی 8 9 5 6 تا میتونیم حداقل اینو اجرا بکنیم تو زندگی خودمون. تا جایی که میتونیم رفتارمون رو تحسین بکنیم، خوب صحبت بکنیم. لازم نیست که نرم، مثل بعضی از زنا عمدن صداشو نازک میکنن، نرم میکنن. دیگه نه، اونطوری هم نباشید که دیگه به قول معروف شلوول حرف بزنید. منظور احترام باشه تو حرفتون، تقدیر باشه تو حرفتون، شوق باشه تو حرفتون، خوبی باشه تو حرفتون. حرفتون مردانگی نباشه. ای مرد، کجا رفتی؟ کجا اومدی؟ مثل پدر که با فرزندش برخورد میکنه، چرا دیر اومدی؟ دیر از مدرسه اومدی. این رفتار مردانه است، رفتار زن نیست. این زن مترجله. در لباس هم همینطور. یعنی خدا نگاه اون زن نمیکنه که در لباسش مثل مرده. شلوار پوشیده، جینز، نمیدونم تیشرت پوشیده، افتخارم میکنه که مثل مردا شده، موهاش هم زده مثل مردا. خب این مرد چه لذتی ببره نگاه این زن بکنه؟ خب چه فرقی کرد با اون مردایی که تو خیابون میبینی و اون زنایی که تو کوچه خیابون میبینه؟ این گفتم چه در مظهر اخلاق و چه در مظهر شکل و قیافه. مظهر زن باید زن باشه، نه مرد. حرف سخنش زنونه باشه با شوهرش، نه مردونه. اینو باید بدونید. و دیوث هم که اون کسی که محارمش و زنش و خواهرش رو میفروشه برای دیگران. بی حرف و سخنمون از این نیست.